تو همون ماه‌های اول که هیتلر به قدرت رسید، نازی‌ها یه تیشه اساسی به ریشه آزادی مطبوعات زدن. صدها روزنامه مخالف رو بستن. انتشاراتیای یهودی‌ها رو به زور دادن دست آریایی‌ها. مهمتر از همه این که به صورت پنهانی همه نشریات مطرح رو به کنترل خودشون درآوردن. دستورالعمل‌های روزانه وزارت پروپاگاندا تعیین می‌کرد که چی باید منتشر بشه و چی نباید. اونایی که خلاف این دستورات عمل می‌کردن توبیخ، اخراج یا حتی زندانی می‌شدن. نظارت روی رادیو، فیلم‌های خبری، تئاتر و موسیقی هم دست وزارت پروپاگاندا بود که از این رسانه‌ها برای تبلیغ ایدئولوژی نازی استفاده می‌کرد. بهتره ماجرای این وزارتخونه مخوف رو از اول شروع کنیم. چند روز بعد از اینکه حزب نازی تو انتخابات ژوئیه 1932 موفق شد، آدولف هیتلر به گوبلز گفت که وقتی به قدرت برسه یه وزارتخونه جدید به اسم وزارت پروپاگاندا راه میندازه و گوبلز قراره مسئولش بشه. از همون موقع گوبلز تو فکر این بود که کنترل همه چی از مدارس و دانشگاه‌ها رو گرفته تا فیلم‌ها و رادیو و کل تبلیغات کشور رو دست بگیره. ایجاد وزارت پروپاگاندا توی کشور در حال صلح ایده عجیبی بود. معمولاً اینجور سازمان‌ها فقط تو جنگ راه می‌افتادن و یا اسمشون وزارت اطلاعات بود. خود گوبلز هم اولش خیلی از کلمه پروپاگاندا خوشش نمی‌اومد. گوبلز می‌دونست که این کلمه تو ذهن مردم با دروغ و حقه بازی گره خورده. حتی یه سال بعد از تأسیس وزارتخونه پیشنهاد داد اسمشو بذارن وزارت فرهنگ و روشنگری عمومی، ولی هیتلر گفت زهی خیال باطل، همین پروپاگاندا رو بچسبین لذتشو ببرین. هیتلر تصمیم گرفت که بقیه دفاتر پروپاگاندا رو هم تحت نظر چند تا از وزرا نگه داره، مثلا تو وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش. به همین دلیل گوبلز تو حوزه فرهنگ و هنر هم اختیار کامل نداشته، چون افراد قدرتمندی هم تو حوزه‌های خودشون نفوذ داشتن. با این حال گوبلز کنترل زیادی رو رسانه‌ها داشت. فیلم، رادیو، تئاتر و مطبوعات تحت نظر گوبلز بود. گوبلز در 35 سالگی جوان‌ترین وزیر کابینه جدید بود و تبدیل شد به یکی از مهره‌های اصلی رژیم نازی در خدمت هیتلر. وزارت پروپاگاندا از طریق اتاق مطبوعات رایش روی اتحادیه مطبوعات رایش آلمان کنترل کامل داشت. این اتحادیه استخدام خبرنگارها رو تحت نظر می گرفت. طبق قانون جدید مطبوعات که تو 4 اکتبر 1933 اومد، این اتحادیه موظف شد که فقط خبرنگارها و سردبیرهایی رو ثبت کنه که از نژاد خالص بودن و افرادی که یهودی بودن یا با یهودی‌ها ازدواج کرده بودن دیگه حق نداشتن کار کنن. خبرنگارا و سردبیرا باید طبق دستورالعمل‌هایی که وزارت پروپاگاندا تعیین کرده بود کار می‌کردند و دست از پا خطا نمی‌کردند. قانون مطبوعات گفته بود سردبیرا باید هر مطلبی که باعث تضعیف قدرت رایش بشه رو حذف کنن. وزارت پروپاگاندا هر روز تو برلین یه نشست خبری میذاشت و دستورالعمل‌های لازم رو به رسانه‌ها میداد و این دستورات رو از طریق دفاتر پروپاگاندای حزب به همه روزنامه‌های محلی هم میرسوند. دستورالعمل‌ها دقیقاً میگفتن که چه موضوعاتی رو میشه یا نمیشه پوشش داد و چطور باید اخبار رو گزارش کنن. اگر خبرنگارا یا سردبیرا از این دستورالعمل‌ها پیروی نمی‌کردن کارشون زار بود. بنده های خدا رو یا اخراج می‌کردن یا یهو به خودشون میومدن و میدیدن سر از اردوگاه‌های کار اجباری درآوردن.